های گایز، چطورین؟ من امیر عبدالله هستم و خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم که یه گردونه که چند وقت پیش اومده بود داخل گیم بریم یه چند تا اسپین براش بزنیم. میگن که اصلا این گردونه خیلی سفیده، ولی من شک دارم برای منم سفید باشه. من توی ستای سایتی و دنسای سایتی اصلا کلا تو سایتی اینا خیلی شانس دارم، تو لاکی رویال اصلا شانس ندارم. اگه قدیمی باشین میدونی که من برای بندیت 4K زدم متاسفانه، و اینکه فقط یه بندیت آبی داد. نئونی هم نتونستم بگیرم با 4K نصفی. نه این که نه، آره این اسمش هم اگه اشتباه نکنم دانت ویل بود. آره دانت ویل. و من سه تاشو نمیخوام، من فقط دنس رو بگیرم. خوب دنس ورود به اسکوادش خیلی خفنه. ببینیم دنس رو. اوه این هم دنس خودشه، این زیاد جالب نیست. این هم ست، این هم ست اصلی، این هم ست دومیه. خدا کنه بهمون بده. اینا خیلی خفنه ولی اینو نده. این موتورش بگوزم، موتورش هم خیلی، موتورم دمیج داره. یا 5 بریم. یا خدا یه تو کن. یه توکن تکی داد، یه دونه دیگه با یکیشو بده دیگه. نه 2 تا توکن داد، یکی دیگه هم بزنیم. ای خدا، ای پیغمبر، خدا. اوف. خب بریم برای 179 تایی. یا خدا بابا بده جان مادرت. نه نکن. یکیشو بده. یکی توکن نمیخوام، یکیشو بده توکن. وای من ندارم اینقدر جم بدم که توکنا رو بگیرم. ماشاءالله فقط توکن داد، عالی. یه 19 تایی. نه بابا 19 تایی چه خبر؟ 179 تایی. اوه میگم اصلا برای من اینا سفید نیست. اصلا من سفیدی کجامه؟ وای فقط اینا رو داره میده. یا خدا دمت گرم. یکی CS یه دنسشو به من بدی ممنونت میشم. خب اینو گرفتم، خوبه خدا را شکر یکیشو گرفتم. حالا جمعم که متاسفانه دیگه به چخ رفت، اشکال نره. بعد اینکه من 671 جم داشتم برای اینکه میخواستم یکم دیگه بگذره و من ترسیدم، گفتم بابا این گارنا نوشته 4 روزیه، یودی 2 روزیه بردش، منم شانس ندارم. برای همین گفتم زود بیام بزنم. ماهانم هم که 70 تا میده، چیز خاصی هم نمیشد. یا خدا یا پیغمبر، بریم یه 179 تای آخر رو بزنیم که خدا یه دنس بده. یه دنس بده. وای نده، خیلی نامرده. نه نکن. وای نه نمیده. شانس ندارم من. خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. میگم بابا من شانس ندارم، من نباید برای اینا بزنم. گول خوردم رفیقای ناباب. نه خب متاسفانه فقط یه 3 تا تونستیم ازش بگیریم و اگه یک جم داشتم، اگه نگه می داشتم یکا میشد جمام، قطعا میگرفتمش. ولی 73 تا توکین گرفتم که اوه این یخه رو میتونم بگیرم، اینو هم نمیتونم بگیرم. اینو 200 تا میخواد بابا، لامصب 200 تا، اینم 250 تا. حالا خوبه 3 تا دوم رو گرفتیم، بگیم حداقل ما یه چی گرفتیم. خدا لعنت کنه این کارا رو، خدا وکیلی. خب متاسفانه هیچی اصلا هیچی نشد. و اینکه داخل ویدیو قبلی گفتم که اگه قیمت اکانت رو درست حدس بزنین، نصف قیمت اکانت رو به حسابتون واریز میکنم و هیچی برنده نشد. چند نفر اومدن گفتن اکانت من بهتره و اینا. خدا داشت من به شما بی‌احترامی نکردم بگم اکانت شما بهتره، اکانت من بهتره. من یه اکانت خریدم، گفتم یه ویدیو بذارم شاید بچه خوششون بیاد. ویو فیلم قبلی عالی بود، واقعا عالی بود. و اینکه کسی برنده نشد و قیمت اصلی اکانت
چند جا رفتم قیمت گرفتم 7,500,000 که میشد حساب کنم 3 تومن 3.5 اینجا 3.5 3,750 میشد. اگه هر کسی میگفت که 7.5 3,750 براش واریز میکردیم که متاسفانه هیچکی نتونست بگه. و بچه متاسفانه هیچی نداد. یه ستی داد که اونم ست خوبیه و اگه دقت کنین صدای من الان و صدای قبل اینکه من کات بزنم صدا فرق داره. اون با هدفون بود که متاسفانه شارژش رفت، تازه گرفتم شارژش رفت و این الان با هندزفریه. برام بنویسین داخل کامنت ها با هندزفری ویدیو بگیرم یا با هدفون. به نظر من هدفون خیلی صداش خوب بود، صدای خوبی می آورد. و اینکه ویدیو کد جم هست، کد جم 210 تایی، بله کد جم 210 تایی هست. و اینکه دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه بودین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. وقتی که لایک میکنید، وقتی که کامنت میذارید به من انرژی میدین که من یه ویدیو دیگه بتونم درست بکنم. و وقتی که سابسکرایب میکنید این زنگوله بغلش هم بزنید که اگر وقتی من خواستم داخل ویدیوم کد جم بذارم شما اولین نفری هستید که ویدیو رو منو میبینید. و از این به بعد یکی در میون ویدیوها کد جم داره. الان این ویدیو کد جم داره، ویدیو بعدی نداره، ویدیو بعدیش کد جم داره. یکی در میون کد جم هست داخل ویدیوها. دمتون گرم. بدرود.